شهاب حسینی نگاه می‌کنم چقدر خوشتیپه، به خود من یه بار نزدیک دیدمش اینجا شوش داشت، مثلا براش مهم نبود. مثلا پارسا پیروزفر، شما نمیدونی پارسا پیروزفر نگاه می‌کنی میگه اوه چه صورتی مثل ماهه، اینجاهای پارسا پیروزفر مو داره، هر روز صبح که بلند میشه اینا رو وکس میکنه و اینا میاد بیرون. مهرداد صدیقیان مثلا مهمون برنامه من بود، آدم مهرداد صدیقیان نگاه می‌کنه میگه این پسر اصلا باور کن دستشویی هم نمیره، وسط برنامه من 3 بار رفت دستشویی. امیرحسین فتحی اومده بود، چقدر این پسر زیبا، چشای بور رنگی منگی و فلان و اینا، ولی بهش گفتم امیرحسین اونجا ناخن چی نوشته، نتونست بخونه. ببین چرا؟ چون چشش ضعیف بود. نیم اینور 75 سانتی اینور 1 آستیگمات 1.5 آستیگمات مشکوشه به قوز قرنیه. اصلا باورتون میشه؟ رو ساعت رو نگاه می‌کنیم میگه او چه موهای پولی چه سیبیلای فلان اینا، اینجاهاش همه خالیه. سامی بیگی مثلا، همین سامی بیگی اخیراً توی کنسرتش هم لخ شده، ایشون در ظاهر مثلا سیکس پک و فلان اینا، خب چی بگیم دیگه، سیکس پک داره دیگه. من اگه سیکس پک داشتم لخ می‌شدم دیگه. کنسرت که ندارم، یه چیزی راه بندازید مجری هم لخشن، فقط اونا دارن لخ میشن. ماکانبند جفتشون ریزش سکه‌ای چیز دارن، ریش دارن جفتشون. اصلا باورتون میشه؟